ببین آمریکا چقدر فقر تنوع غذایی داره که اینا صبحانه به جای لبنیات همبرگر میخورن. ولی حالا به این موضوع کار ندارم. بابت این صبحونه 200,000 تومان پول دادم که میخوام کیفیتشو ببینید. در کل به نظرم صبحانه‌های مکدونالد از بقیه آیتماش قابل تحمل تره، اونم چون قهوه داره، ولی با همین پول میشه صبحانه‌های بهتر چینی رو خرید که خیلی هم خوشمزه تره. در آینده ویدیوهاشو میذارم.